سارا هستم. بهار داره شروع میشه. بچه بهتره که وقتی که ما خونه‌مون رو تمیز میکنیم بدنمون هم تمیز نگه داریم و سالم‌تر کنیم. بیا با هم دیگه شروع کنیم با یه خوش آمدی عزیزم. امروز شروع میکنیم به دومین کلاس بدن تکونی یا خونه تکونی بدن، تمیز کردن بدن از تو با یوگا. تمرین امروز یکی از قوی ترین تمرین های تنفس هست تو یوگا به اسم کپالباتی. یه پرانایامه که هم شش تو، هم سینوس تو، هم پوست تو تمیز میکنه. همینطور عضلای شکم تو خیلی قوی میکنه. عالیه برای وزن کم کردن و جلوگیری از مریضی ها و آلرژی ها توی بدن. کسانی که فشار خونشون بالاست، مریضی قلبی دارن یا هرنیا دارن، بهتره که این تمرین رو انجام ندن، چون همونجوری که گفتم خیلی قویه و تپش قلب و جریان خون رو میبره بالا. آماده ای برای اولین کلاس پرانایام یا تنفس؟ اگر پتویی داری پتو رو بردار و تا کن، بذار زیرت یا یه متکا بذار زیرت که اینجوری با کمر صاف بتونی بشینی. شاید احتیاج باشه به چند تا دستمال کاغذی برای ادامه دادن این تمرین ها. اگر میتونی بینیتو بگیر قبل از اینکه شروع کنی. چشتو ببند، دستاتو بیار پیش هم دیگه، نفس عمیق بکش و خودتو آماده کن برای کلاس امروز. یک نفس عمیق بکش، شکمت گرد میشه. نفس رو بده بیرون، نفس رو بده تو و نفس رو بده بیرون. احساس کن نفس میره به طرف شکمت، نافت میاد به طرف بیرون و وقتی که نفس رو میدی بیرون نافت میره به طرف مهره‌های کمرت. میتونی اینو انجام بدی. نفس تو، 1 2 3 4، نفس بیرون 1 2 3 4. با کمر صاف شروع میکنیم به تمرین امروز کپالاباتی. تمرکزت اینجا فقط به بازدمه که سریع و با فشار انجام میگیره. نفس رو بده تو، بده بیرون. نفس خود به خود میاد تو، با فشار میره بیرون. از بینی میاد تو، از بینی میره بیرون. دستتو بذار رو شکمت، احساس کن چجوری شکمت گرد میشه و چجوری تند نافتو میکشی تو. این برای عضلات شکمت خیلی خوبه. سعی کن تا اونجایی که میتونی نافتو فشار بدی تو با سرعت وقتی که نفس رو میدی بیرون. اینو چند بار انجام میدیم. با هر نفس که میاد توی بدنت عضلات شکمت رو شل میکنی و نفس رو میفرستی به طرف شکمت. هر نفسی که میدی بیرون با سرعت نافتو میکشی به طرف مهره‌های کمرت. دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم. کمرتو صاف نگه دار. دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم. و اگر میتونی اینو با من 30 بار انجام بده. بعد از 30 یا 20 یا 10 بار هر چقدر که دوست داری یه استراحت کوتاه کن و باز شروع کن با همین حرکت. صورتتو سعی کن عضلاتش رو شل کنی و بذاری آروم بمونن. فقط بینی تو مصرف میکنی که نفس رو با سرعت بدی بیرون. اینجا بدنت داره همش گرمتر میشه و از تو خودش رو تمیز میکنه.
برای 30 بار اینجا استراحت میکنی. چشتو ببند، ببین چه احساسی داری. تمرکز کن به احساس توی بدنت، به نفست، به انرژی که الان توی بدنت هست. نفس کوتاه 4 بار نفس رو بره تو، با 4 نفس رو میدی بیرون. یک بار دیگه کپالباتی رو انجام میدیم. یه نفس عمیق بکش و بیا شروع کنیم. دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم. با کمک دستات کمرتو صاف نگه میداری، بالا تنتو فشار میدی به طرف هوا. وقتی که این تمرین رو داری انجام میدی که راحت بتونی عضله‌های شکمتو مصرف بکنی که تمام اکسیژنی که توی بدنت هست بدی بیرون. یه استراحت کوتاه برای دومین بار. نفس رو بده تو آروم و نفس رو آروم بده بیرون. چشاتو ببند. اگر دوست داری میتونی اینو برای آخرین بار با من یک بار دیگه تکرار کنی. اگر برات سخته دراز بکش و یکم استراحت کن. یه نفس عمیق بکش و بیا شروع کنی. دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم. اگر خوب الان عضله‌های شکمتو خوب احساس میکنی، خودتو قوی نگه دار و این تمرین رو با من تموم کن. چند تا دیگه مونده. سعی کن که تمرکز کنی به بازدم، چجوری نفس رو با سرعت میدی بیرون و ناف رو میکشی تو. این بهترین تمرینه برای سالم موندن و تمیز کردن بدن، جلوگیری از خیلی از مریضی ها. اگر اینو بخوای 4 تا 6-7 بار در هفته انجام بدی، هر دفعه 10 دقیقه 5 دقیقه، عالیه برای بدنت. و 10 دقیقه چیزی نیست وقتی که ما 24 ساعت داریم توی روز. بعد از انجام این حرکت من همیشه یکم دراز میکشم برای 1 تا 2 دقیقه، بعضی وقت بیشتر. اگه میخوای پتوتو بنداز رو خودت، چشاتو ببند، همه عضلای بدنتو شل کن و چند نفس عمیق بکش اینجا. با هر نفسی که میکشی شکمت گرد میشه و میاد بالا و با هر نفسی که میدی بیرون نافت آروم میاد به طرف کمرت و به طرف زمین. سعی کن وزن تو رها کنی بدی به زمین و احساس میکنی که بدنت همش داره سنگین تر میشه و راحت تر میشه. اینجا بمون و استراحتی که بدنت لازم داره بهش بده.
سعی کن تمرکزتو بیاری روی نفست و هر چیز دیگه‌ای که هست رها کنی بره. احساس میکنی با هر نفس که میکشی تو چجوری این نفس به تو انرژی میده، بدنتو شاداب میکنه، پر از اکسیژن میکنه و با هر نفسی که میری بیرون چقدر بدنت آرومتر میشه. اگر دوست داری میتونی اینجا بمونی. من ازت تشکر میکنم که با من این تمرین کپالاباتی رو انجام دادی و امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشی. تا دفعه دیگه، آفرین به تو. خداحافظ.